با سلام، صبحتون بخیر. عمو داریوش هستم. امروز جمعه است. مشتریای سحرخیزم رو رد کردم رفتن. حالا یه چند دقیقه وقت بود و کسی نبود. داشتم یه چیز خیلی جالبی خوندم تو گوگل. سرچ کردم همینطوری شانسکی خواص سیرابی رو. خواص خیلی خوبی داره. گفتم یه چند تاشون رو براتون بگم. میگه سیرابی سرشار از پروتئین و سلنیوم و ویتامین B12 و روی می باشد که B12 در سیرابی برای بهبود کمخونی به خصوص در زنان می باشد. دارای پروتئین در سیراب و شیرنان می باشد که به خاطر پروتئین بالا خاصیت سیرکنندگی دارد و برای کاهش وزن بسیار مؤثر است. خوردن یک وعده سیرابی حدود 17% از سلنیوم مورد نیاز بدن رو تامین میکنه. سلنیوم یک ماده معدنی حیاتی است که به عنوان آنتی اکسیدان از آسیب سلولی و بیماری‌های مزمن جلوگیری میکنه. همچنین سیرابی میگه حدود 1.5 میلی گرم روی دارد که برای بهبود سیستم ایمنی، بهبود زخم، لخته شدن خون، تولید مثل، عملکرد تیروئید و انسولین و حواس بینایی و چشایی انسان مفید است و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و سرطان را به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی کاهش میده. حالا هی بگید سیرابی بده. من میگم بابا عمو داریوش داره سیرابی تخت میکنه، بیاید بخورید. هی میگی نه بیام بخورم، به میگم گه خوره سیرابی خوره. بابا بیا، I love you داری اگه بیای. What are you؟